بنا به پیشبینی هواشناسان روزهای پنجم ششم مای در یک قطار ناحیه‌های مملکت غیر از ولایت مختار کوهستان بدخشان باران می‌بارد، رعد و برق می‌شود. در ناحیه‌های نزدیکویی و کوههای ولایت ختلان همچنین ناحیه‌های تابع مرکز از شدت باران‌های شدید آمدن سیل احتمال دارد. آب و هواشناسان همچنین بالاروی سطح آب در رودخانه‌های قزلسو، یخسو، وخش، سرخاب، آبخینگاب، زرافشان و اسفره را پیشگویی می‌کنند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که علاقه روز 4 مای بر اثر باران‌های شدید در بعضی منطقه‌های کشور سیل آمد، از جمله در قلمرو آب گرم و سیچراغ شهر راغون کوپاره کنده شده راه ماشینگرد وحدت رشت لخش را از کیلومتر 76 تا 86 موقتا بست. همچنین روز 4 مای سیل در ناحیه دوشتیج ولایت سوخت بخشی از زمین‌های کشاورزی و قطعه‌های یاریرسان نزد حولگی را زیر آب کرده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده به ساکنان و مهمانان تاجیکستان هشدار داده است که هوای نامساعد و باران‌های شدید و سیل‌آور در تاجیکستان تا روز 7 مای ادامه می‌کند. در این روزها لغزش ترمن و ریزش سیل در ناحیه‌های کوهی و نزدیکویی وادی‌ها و راه‌های ماشینگرد کوهی از احتمال دور نیست. همچنین هواشناسان بالاروی سطح آب رودخانه‌ها را پیشگویی می‌کنند. به این دلیل کمیته ایالت‌های فوق‌العاده از ساکنان خواسته است که در این روزهای آفت‌های طبیعی هوشیاری را از دست ندهند و همیشه احتیاط کنند. از مردم از جمله خواسته می‌شود که تا خوب شدن وضع هوا در این دو روز 5 و 6 مای به خاطر تأمین امنیت شخصی از رفتن به شکار، جمع‌آوری ایزم یا زنبوروغ و دیگر زراعت‌های کشاورزی که در کوه‌ها و دامن کوه‌ها می‌روید خودداری کنند. به بچه‌ها بیشتر دقت داده آنها را هرگز به نظارت نگذارند.